مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که طی روز 22 اپریل سال 2024 در شمال و جنوب و شرقی جمهوری چندین حالت سیل و سنگریز ثبت شده است. از جمله روز 22 اپریل سال 2024 ساعت 13:45 دقیقه در راه خوجند استقلال در نزدیکی کارخانه سمنت براری خواکسین غیور سوخت سمنت تا در آمدگاه شهر استقلال نو رسیده سیل فرآمده دست کم 4 حالت سنگریز رخ داده است. راه را با کمک تکنیک مهندسی از سنگ و آب و لای تازه کرده حرکت ماشین ها را برقرار کردند. همین طور روز 22 اپریل سال 2024 ساعت 15:05 دقیقه بارشات سخت باعث از سمت قرقیزستان فرو ریختن سیل شد. این سیل صدای محافظتی را در دهه قرغنچه جماعت حیات نو نویه جبار رسولوف در مساحت 25 متر شسته است. باز هم روز 22 اپریل سال 2024 ساعت 15:10 دقیقه از سمت نویه باباجان غفورов به بالای محله های گنج آباد و میرآباد شهر سوغدیان نویه مشی ولایت سوغد سیل فرو ریخته 5 هکتار زمین کشت و قسما به 20 حوله ساکنان ضرر رساند. همچنین روز 22 اپریل سال 2024 ساعت 16:10 دقیقه بارشات شدید باعث فرو ریختن سیل به حدود دهه چلچه نویه تیمور ملک در جنوب و شرق جمهوری گردید. در نتیجه 22 انشاءات یاری رسان زیر آب ماند. گفته می شود در محلهای آفت زده کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده دست به کار شدند و رفع عاقبت‌های این آفت‌ها ادامه دارد. خوشبختانه در این آفت‌ها کسی آسیب ندیده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی خبر داد که از 22 تا 24 اپریل سال 2024 به دلیل بالا رفتن حرارت هوا و با صورت آب شدن برف به برخی ناحیه‌های کوهستان تابع مرکز ولایت سوغد و ولایت مختار کوهستان بدخشان فرو ریختن سیل‌ها از پیریخ‌ها پیش بینی کرده می شود. به این دلیل کمیته بار دیگر از ساکنان خواسته است که قاعده‌های بی خطری را رعایت کرده برای پیشگیری از سیل جوی‌های سیل پرتو را از پرتو تازه کنند و در این روزها از رفتن به جمع‌آوری ایزم و گیاها از شکار و ماهیداری و چار و چرانی حد الامکان خودداری کنند.